درود میفرستم با بینندگان عزیزی رادیوی آزادی با کاربران آزادی ویدیو، آنهایی که حالا ما رو تماشا دارند. شالوی گلخوجه هستم. در ساعت 7 با وقت پراگ در خدمتتون از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ. با آنهایی که ما رو در روسیه تماشا دارند، حالا در اونجا ساعت 9 است. و آنهایی که از تاجیکستان از دوشنبه ما رو میبینند، اونجا ساعت متناسباً 11 چون 4 ساعت فرق میکند. خب سلام میگویم با آنهایی که دائم ما رو تماشا میکنند و دائم برای ما خبر و پیام میفرستند. سپاس میگویم به شما. و امروز پنجشنبه است، 1 ژانویه ماه اول سال 2019 هم به پایان میرسد. متاسفانه در این ماه حوادث ناخوش زیاد رخ داده بود و امیدواری میکنیم که ماه آینده با خبر خوش در یادهای ما و شما نقش ببندد. خب چون معمول آغاز میکنیم از وضع باد و هوا امروز در پراگ کمی سرد است. همین حالا هواسنج 2 درجه زیر صفر را نشان میدهد، اما انتظار میرود که در دوام روز گرمی 3 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو پایتخت روسیه بعد چند روزی سردی هوا نسبتاً گرم می شود. آب و هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز در آنجا برف و باران ببارد، ولی حرارت 1 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه نیز هوای بارانی پیش بینی شده است. احتمال می رود که گرمی در آنجا به 7 درجه برسد. اکنون نگاه میاندازیم به خبرهایی که من در دستم دارم. قصد خودسوزی یک زن 70 ساله در بازداشتگاه موقتی نویه عینی ولایت سوخت باعث به برکناری 3 مأمور میلیسا شده است. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 ژانویه گفت نسبت به 3 کارمند بازداشتگاه موقتی یا خود ایویس شعبه امور داخلی نویه عینی نیز سنجش آغاز یافته است. سنجش را داستانی نویه عینی پیش میبرد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت طبق اطلاع آنها استاد قربان وی 70 ساله در بازداشتگاه موقتی پلیس نویه تلاش کرده است که خود را آتش بزند. ایدیبای زیویف، سید علی اربابов و عبدالقادر غفورов از کار در شعبه کارهای داخلی نویه عینی برکنار شده. عملکرد شریف میرزا شریفov و 2 کارمند دیگری بازداشتگاه موقتی مورد سنجش قرار دارد. افزود او ساکن نویه عینی استاد قربانov روز 2 ژانویه امسال با گمان خودسرانه اشغال کردن زمین دستگیر شد و بعد 10 روز او را با بدن سوخته به بیمارستان بردند. بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی نویه عینی روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که استاد قربانov خود را با آب جوش سوزانده است، ولی پزشکان بیمارستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند تشخیص معلوم کرده است که بدن استاد قربانov از آتش نسوخته است، بلکه نه اینکه از آب جوش آسیب دیده است. مقامات با ذکر اینکه سنجش شروع شده است از شهر جزئیات حادثه خودداری میکنند. خود استاد قربانov و نزدیکانش میگویند در بازداشتگاه مورد بدرفتاری چند مأمور میلیسا قرار گرفته است و آنها باید مجازات شوند. خود ضمناً بینندگان عزیز صحبت خود این زنی میان سال را میتونید در برنامه ما تماشا کنید. همین گونه در آزادی ویدیو نیز صحبتش گذاشته شده است که خودش نقل میکند که قضیه چگونه با او رخ داده است. خب حکومت تاجیکستان زیر فشار حامیان حقوق و سازمان ملل متحد اعلام کرد که جزا برای شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها را سخت‌تر میکند و افرادی را که دست به شکنجه میزنند دیگر عفو نخواهد کرد. قایر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان روز 24 ژانویه امسال نقشه را تصدیق کرد که بر اساس آن حکومت در 4 سال آینده توصیه‌های کمیته ضد شکنجه سازمان ملل را باید اجرا کند. تفتیش شکافانه شکایت‌ها از شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها اداره پلیس و قسم‌های نظامی از بندهای اساسی نقشه است. انتظار می‌رود به زودی به قانون‌های کشور نیز چند اصلاح وارد گردد که بر اساس آنها مسئولان شکنجه مورد عفو قرار نمی‌گیرند. اینچنین پرداخت ضرر به قربانیان شکنجه زیر نظارت جدی گرفته خواهد شد. در نقشه گفته شده ضرورت به تغییر قانون درباره ادوکاتور نیز هست تا آنها برای حمایت از حقوق شکنجه شده‌ها دست بستری داشته باشند. تاجیکستان برای مبارزه کم ثمر با شکنجه همیشه از طرف سازمان‌های بین‌المللی انتقاد می‌شنید.
اکثرا مقامات تاجیکستان را به آن متهم میکنند که شکایت و از شکنجه را جدی نمیگیرد. سالانه 10 نفر از شکنجه شدن در بازداشتگاه و زندان ها شکایت میکنند. در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه 15 سال زندان پیش بینی شده است و اگر مسئول شکنجه کارمند مقامات باشد از حق اشغال منصب های معین تا 5 سال محروم کرده خواهد شد. ضمناً مسئولان ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه میگویند از سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن بوده است. در همین حال یوسف رحمان داستانی کلی تاجیکستان چند روز پیش در نشست مطبوعاتی گفت که در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایتی باز شده، 2 پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است. اکنون نگاه میاندازیم به خبرهای دیگر. رئیس تازه تعیین توجیک ایر وضع این شرکت ملی رو به بیماری مانند کرد که به معالجه احتیاج دارد و او اساساً به آموختن علتهای بیماری مشغول است. دلشاد اسمت الله زاده که هفته پیش رئیس توجیک ایر تعیین شد روز 30 ینور در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت با وجود مشکلات زیاد او و کارمندان امیدوارند که شرکت صحت می شود. رئیس نوی توجیک ایر زمانی مسئولیت رهبری یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان را بر عهده گرفت که آن به دلیل مشکلات مالی زیاد از پرواز مانده است. از روز 5 ینور پرواز هواپیماهای توجیک ایر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصتی بیمزد فرستادند. دلشاد اسمت الله زاده گفت واقعا حجم کار خیلی زیاد است و او به آموزش حجت‌های شرکت شروع کرده است، اما پیش از آمدن رئیس نو به توجیک ایر که همه سهمیه‌هایش در اختیار حکومت تاجیکستان است، مشکل شرکت واضح بود و آن هم به گفته دلشاد اسمت الله زاده مشکل مالی است. او اعتراف کرد که در واقع وضع مالی شرکت وزنین می باشد. حالا دلشاد اسمت الله زاده میگوید با اعتدال آوردن کار توجیک ایر یکی از وظیفه های اساسی آنهاست و اهل کارمندان هم که همه صاحب تجربه هستند همین را میخواهند. با سوال رادیو آزادی که آیا تجربه با پا خزاندن شرکت را دارد، رئیس توجیک ایر گفت وقتی سال 2008 به حیث رهبری گنرالی شرکت توجیک خیمپروم در یوان تعیین شد، شرکت در خاک یکسان بود و او آنجا استثمارات را برقرار کرده است. عین زمان با گفته دلشاد اسمت الله زاده یک هفته فرصت بسیار کم است که از کار نتیجه گیری کند، اما از زمان تاسیس سامان ایر که باور می رود به اطرافیان رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد، گفته می شود هر وقت که سامان ایر بالهایش را وسیع‌تر کشد توجیک ایر هم از پرواز خواهد ماند. کبریو یولدوشова زنی که ادعا داشت کارمندان میلیسای نویای سپیتامینی ولایتی سوخت او را پیش از بازپرسی برهنه کردند در جستجوی بین‌المللی قرار گرفته است. وی هفته گذشته تاجیکستان را ترک کرده و از روسیه پناهگاه خواسته بود. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 ینور در یک اظهارات یولدوشова را به سرکشی از جوابگری و تهمت زدن به کارمندان میلیسا ابدار کردند. مقامات گفتند کبریو یولدوشова در کشور بر اساس ماده 247 قسم 3 بند ای کودکس جنایی یعنی قلاب متهم است و با شرط بیرون نشدن از محل زیست در آزادی قرار داشت. این ماده کودکس جنایی از 50 تا 80 هزار سومان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند با سبب اینکه کبریو یولدوشوا روز 15 ینور امسال به دادگاه حاضر نشد، روز 24 ینور نسبت به او پرونده جستجویی آغاز یافته در گفتگوی بین دولت‌ها اعلان کرده شد. این زمان برای دستگیر نمودن کبریو یولدوشوا چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی ادامه دارد، ولی کبریو یولدوشوا به بیگناهی خود اصرار دارد. او روز 30 ینور در پاسخ به این اظهارات مقامات گفت جستجو شدنش به خاطر خاموش نایستادن در برابر ناعدالتی است. زمیر کوبولوف نماینده ویژه پرزیدنت روسیه در امور افغانستان و رئیس دپارتمنت دوم آسیای وزارت کارهای خارجی در زمینه احتمال حرکت دست جمعی جنگجویان عضو گروه دولت اسلامی از پاکستان به منطقه از طریق چرخبالها اظهار بیخبری کرد. کوبولوف که روز 29 ینور در اسلام آباد با وزیر کارهای خارجی پاکستان شاه محمود
قریشی دیدار و گفتگو کرد. در صحبت با آژانس تاس گفت مقامات پاکستانی در زمینه اظهارات اخیر ایگور زوبوف معاون وزیر امور داخلی روسیه اظهار تعجب کردند. در یک اظهاراتش روز دوشنبه ایگور زوبوف گفت که جنگجویان داعش دست جمعانه با استفاده از چرخبالها از پاکستان به خاک تاجیکستان انتقال می‌یابند. زوبوف در اظهارات بحث برانگیزش روز 28 ینور گفت که جنگجویان می‌خواهند از پاکستان به مرز تاجیکستان وارد شده آنجا تفتیه کلان پیاده کنند و در پی آن موج مهاجران به سمت روسیه سرازیر می‌شود. اظهارات معاون وزیر امور داخلی روسیه را در تاجیکستان هم جدی گرفتند. مقامات مرزبانی روز دوشنبه گفتند که این خبر تحقیق می‌شود. محمد اولخوجیف سخنگوی ریاست مرزبانی تاجیکستان گفت اظهارات ایگور زوبوف را از رسانه‌ها دسترس نمودند و برای تحقیق آن که تا کجا اساس دارد الکی به شبهه‌های دخلداری ریاست مرزبانی معلومات پیشنهاد کردند. و عین زمان گفت که وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان آرام و تحت نظارت قرار دارد و هیچ گونه تهدید هم به قید گرفته نشده است. نگاه میاندازیم به ترکمنستان، کشوری همسایه تاجیکستان. این کشور تصمیم گرفته است که نظام نقلیات دولتی را خصوصی گرداند. همچنان در اونجا میخواهند قدم به قدم سرمایه گذاری اکادمی علوم کشور را خاتمه بخشند. ظاهرا هدف از این اقدام ها کاهش خراجات دولت در حالت رکود سکتور انرژتیکا می باشد. 30 ینور پرزیدنت خودکامه ترکمنستان قربانگولی берди محمدов فرمانی نشر نموده تاکید کرد که خصوصی گردانی با هدف تحکیم رقابت پذیری اقتصادی کشور گرفته شده است. берди محمدов به وزارت عدلیه 3 ماه وقت داده است که قانونگذاری مربوط با خصوصی گردانی ساحه نقلیات را تهیه کند. در اینجا تشخیص نشده است که در خصوصی گردانی خارجیان هم اشتراک خواهند کرد یا نه. حکومت تصمیم گرفته است که در 3 سال آینده سرمایه گذاری اکادمی علوم را هم خاتمه بخشد. باید گفت берди محمدов 61 ساله در سال 2006 بعد از مرگ سفرمراد نیازов رهبری این جمهوری سابق شوروی را که سرشار از ذخیره‌های گاز طبیعی است بر دوش گرفته است. منقدان حکومت ترکمنستان او را به پایمال نمودن حقوق بشر و پخش افکاری دیگر اندیشان متهم می‌کنند. خب نگاه میاندازیم به خبرهای تاجیکستان و قبل از این بار دیگر درود میگم به همه اونهایی که همین لحظه ها به ما پیوستند و خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوند و فراموش نکنید که در پایان صحبت ما بازم درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان خواهیم گفت. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان یک جوانزن 27 ساله را در ولایت سوخت از خودکشی نجات داده است. گفته می شود این زن خود را از بالای پل به دریای سیر پرتافته است. دفتر مطبوعات کمیته میگوید این زن در یک مدت کوتاه در گرداب موج عظیم و خروشان دریا مانده است. نجات دهندگان او را با مشکلی از مرگ نجات دادند. نجات دهندگان وقتی که زن را از آب بیرون آوردند و در حال اضطراب و هراس بوده است. در حال حاضر این ساکن شهر بوستان در بیمارستان قرار داشتند. مقامات سبب قصد خودکشی او را تحقیق میکنند. دوستان ولایت ختلون پرونده یک نوزیر بازرسی دولتی اتومبیلی شهر بختر را به دادگاه فرستاد که در پخش و هلاکت دانشجوی ترکمن مردان حیدرов متهم است. صدمه با اشتراک نوزیر بدعه ماه نوامبر سال گذشته در مرکز ولایت ختلون اتفاق افتاد. نصرالله محمدزاده دوستان ولایت ختلون روز 30 ینور در نشست مطبوعاتی گفت نسبت به محمد شریف صوفیف کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی بر اساس ماده 212 کودکس جنایی یعنی ویران کردن قاعده حرکت درو پرونده باز شده است. به این نوزیر بدعه از 2 تا 3 سال زندان و یا جریمه تهدید میکند. حادثه پخش دانشجوی ترکمن از طرف کارمند بدعه آخر ماه نوامبر سال 2018 در کوچه شهلوی شهر بختر رخ داد. جسد مردان حیدرов 23 ساله روز 30 نوامبر به زادگاه شهر مرو ترکمنستان فرستاده شد. وی در سال دوم فاکولته کیمیای دانشگاهی به نام نصیر خسروی شهر بختر تحصیل میکرد. و طوری هم گفتم اکنون رو میاریم به قرب اسعار خارجی. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده شده است 1 دلار 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 79 درم و 1000 روبل روسی 142 سومانی و 80 درم است. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر باز در پخش مستقیم منتظر میشم بینندگان عزیز که اونجا سرخط های خبرهای روز است و بعد از این باز یادتون نرود که برنامه خبری داریم و تا اون وقت اگر خبر
خبری نواری و یا عکسی دارید لطفا در اختیار رادیوی آزادی بگذارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.